سلام عزیزای دلم، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو اومدم چند تا نکته رو بگم که تو تایتلم بهش اشاره کردم. توی بیننده به نظر من خیلی بیشتر از اینا داری به من لطف میکنی و من فقط با ارتقای دوربین بهتر یا یه بک‌گراند بهتر نمیتونم اونو جبران کنم. آقا قراره یه پولی حاصل بشه به زودی، چون الان فعلا هیچی نیست، من مانیتایز نشدم، ولی در آینده نه چندان دور من مانیتایز میشم. یه پولی به هر حال هر چقدر اندک حاصل شده، من دوست دارم این پولو نصفش بکنم، نصفش برای خودم، نصفش برای شما. چرا؟ چون به نظرم آقا شما دارید میاد این محتوا رو نگاه میکنید، من هر چقدرم خفن کار بکنم شما وقتی نگاه نکنید خب هیچی به هیچی. برای همین من خودم دوست دارم که آقا هر چقدر که قرار حاصل بشه بین من و شمای بیننده تقسیم بشه. چطوری؟ توی کامنت ها کسایی که کامنت میذارن از بینشون رندوم حالا یه نفر یا چند نفر انتخاب میشه، درآمدی که اون هفته حاصل شده رو برش میزنیم. یه خانواده حدوداً 200 نفره، هنوز که نه 143 نفر داریم که درست کوچیکه ولی قلبا همه بزرگ مشتی هن. کسی که میخواد تازه بیاد تولید محتوا رو شروع بکنه، چه میدونم مخاطبای خیلی کمی داره، من خودم مخاطبای آنچنانی ندارم، ولی به هر حال حالا کسی که میخواد دوست داره، من آیدی اینستاگراممو میذارم، بیاد پیام بده، کانال یوتیوبشو بده، من آخر ویدیوهای لانگم میام یکی دو تا از اینا رو معرفی میکنم واسه اینکه کمکی بشه به شما که دارید منم نگاه میکنید، فداتون بشم. آقا خلاصش همینه که بیایید نگاه بکنید، علاوه بر اینکه نگاه میکنید آقا هر چقدر درآمد حاصل بشه نصفش برای شماست. دمتون گرم، خیلی مشتی هستید، نگاه کردید، امیدوارم که موفق باشید، امتحاناتون رو خوب داده باشین، مثل من نداده باشین. تا بعد.